خب دوستان گرامی، پایه 30، پایه 86، 85، 87A و 87. این پایه ها رو من توضیحاتی که میدم منظورم این شماره هاست که روی رله رو نگاه کنید مشخصه. و اما ما 2 تا از این رله های 5 پایه لازم داریم. به علاوه 2 تا رله 5 پایه 2 تا سوکت اون رو هم لازم داریم دوستان. وقتی شما این سوکت ها رو تهیه کردین و رله ها، این 2 تا رله رو میتونید به همدیگه با چسب ببندید که سوار بشه رو همدیگه. دوستان عزیز و گرامی، روش نصب رله ها به این سبکه که ابتداً دوستان ما باید 2 تا سیمی که رفته به موتور رو با پیدا کردن رنگ های اون، این 2 تا سیم ها رفته به دست سیم کلید فرمان. وقتی این 2 تا سیم رو ما پیدا کردیم اینا رو قطع میکنیم، قیچی میکنیم. دوستان عزیز، پایه 86 رله، این رله و رله دیگه، 2 تا رله ها رو وصل میکنیم، هر کدومش رو به یکی از سیم هایی که از کلید اومده به طرف موتور که ما قطع کرده بودیم. حالا لازم به ذکر، شما اینا رو وصل کردین و این کلید رو میزنین، بر حسب اتفاق میزنین بالا، میبینین داره میره موتور پایین، شیشه میره پایین، یا میزنین پایین میبینین شیشه داره میاد بالا. هیچ اشکال نداره، کافیه جای این سیم رو بدیم جاهاشو عوض کنین، برعکس کنین، درست میشه کار. خب دوستان عزیز و گرامی، در ادامه کار این پایه 30 این رله و رله دیگر رو هر کدوم از اونها رو وصل میکنیم به یکی از سیم های موتور و همونجور که گفتم یا جای این سیم ها رو عوض میکنیم اگر جهت کلید برعکس بود، یا جای اینها. هر کدوم از اینا رو اگر جاهاشو عوض کنیم موتور چپگرد راستگرد میشه و توی بالا بردن و پایین اومدن شیشه تغییر ایجاد میکنه. پایه 87 2 تا رله ها رو وصل میکنیم به مثبت باتری روی فیش. به این حالت 2 تا فیش ها وصل شده به مثبت باتری. لازم به ذکر، مثبت باتری رو من زمانی وصل میکنم دوستان که اگر طرف راننده باشه به مثبت باتری و اگر طرف شاگرد باشه وصل میکنم به پشت دینام برای سیمکشی کوتاه‌تر. دوستان عزیز و گرامی، پایه 87 A این رله و رله دیگه به علاوه 85 این رله و رله بعدی، مجموعاً 4 رشته سیم رو همه رو با هم یکی میکنیم و وصل میکنیم به بدنه. به این حالت این الان متصل شد به بدنه. خب دوستان عزیز، این اتمام کار. این رله ها چون 80 آمپر به شدت قدرتش بالاست دوستان، در صورت مزیتی که به نسبت تقویت های بازاری هست، اون تقویت بازاری اگر خراب بشه باید کامل بندازینش بیرون. ولی هر زمان اینها اگر هم خراب بشه، که من میگم خراب نمیشه، به فرض مثال هم که خراب بشه، شما هر رله رو به صورت جداگونه میتونید تهیه کنید و تعویض کنید و باز ادامه کار. مرسی که با ما همراهید دوستان. با نظرات ارزشمندتون، لایک و کامنت هاتون لطفا منو در پیشبرد اهدافم در کانال یاری کنید. متشکرم. مرسی با ما همراهید.